سلام دوستان، امروز اومدیم در یکی از محله‌های تهران تا با لایف استایل یکی از افراد شخیص آشنا بشیم. سلام. به 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 به. اصلا برای کی داری میفرستیم؟ اینو یه عده هستن میگن با هدف زندگیشون آشنا نیستن. افراد موفق چیکار میکنن؟ میخوان تقلید کنن، پیروان. خب نمیتونن که الان مثلا چرا؟ به به. چیه سینه مرغه؟ نه، سیب زمینی ویژه است. تونمایی هم داریم جوشیده. چیه سیب زمینی ویژه؟ جریانش چیه؟ مثلا ادویه‌های مخصوص داره دیگه. ادویه رو بیاین آبیشم، زردچوبه، پودر سیر، کاری، فلفل قرمز، شیدی، فلفل سیاه. این چیه؟ چیه؟ ادویه جوجه کبابه پشتم. تمرین کردن کتوبال. این چیه؟ نه، این مال کتوبال، اون مال فیله. خلاصه که هست دیگه همه چی. جای دوستان خالی. یه چیز مرسی. از شما در نکنم. سیب زمینی هم دیگه آماده شده. یه چیزی اینجا بود نیست. تونمایی. اینا رو بدیم و برنج هم گذاشتیم و به. این دوتا برای شماست؟ آره این دوتا اونجا بود. این تونماهی‌ها چه تأثیری در رشد و پیشرفت شما داشته؟ اگه تأثیر داشتیم ما الان رشد و پیشرفت داشتیم. به به. پروتئین دیگه. اینجوری کن. ماهی بلد نیستی؟ خب سیب زمینی